تمام تئاتر از بین میرود. تئاتر مرد. آرمان‌های فراموش شده بود. هیچ وقت در هیچ تئاتری همه صدقاً کار نمیکنن، همه صادق نیستن. مناسبتتون با پدر چقدر صمیمی بود؟ کوشش میکنم کمی راست باشم، کمی اندک تازه تر باشم. خواستن هر چند دیگر است، بودن دیگر است. بازار صابر چی؟ من اولین شاعری است که خودم با چشم خودم در صحنه زنده دیدم. گاه دموکراتن، گاه کمونیستن، گاه از نماز قضایی صحبت میکنن. منم 20 سال شبا همسرم در بازار بود. یعنی امکاناتی داشتیم پخت و پزی، یعنی هر چی میپخت و شب برده میفت، چون روزانه جا نداشت در اونجا. ما مبلغی نداشتیم جا گیریم، جا خریم. همین چیز شد روشن گفته میتونید. ما یک کاری میکنیم که صحنه میتر کنیم. اون حرفای دلی که شما داغ‌هایی که داشتید گفته میتونستید. یک گپ اگر یگان چی میگن اوه وای کافر میبرن، کفر میکنن، چی کارهایی میکنن، اگر لازم شد پست میکنن. من این مسلمانی که هنرمندم آرزو میکنم ای خدا میگم کاش یک 4-5 نقش مثل قهار، مثل شب دور مهاجر، چی در تئاتر و چی در سینما، بخصوص در سینما، کاش. درود. مهمان برنامه ما شیخ صحنه و بازار صابر تئاتر تاجیک است. بله، عبدالمومن شریفی هنرپیشه شایسته تاجیکستان که کنون 65 ساله می شوند. در این صحبت ما از کارنامه و زندگی و ناگفته های ایشان صحبت میکنیم. پیش شما رو برای مولودتون تبریک و تهنیت میگویم. سپاسی به حد مهرآفرین لطف کردید. من کجا و شیخی کجا، من کجا و بازار صابر کجا. خب هم صحنه گفتید، ها ما در صحنه ایم و شکر که موفق شدم و این نقش‌های که چی گفتید از شیخ هم استاد در صحنه آفریدیم تا جای. استاد واقعا وقتی درباره شما از دوستانتون میپرسیم شیخ صحنه یا که شیخ صنعان میگن، چند سال باز با این تخلص میگردید؟ خیلی شد. این لقب دوستا به من گذاشتن و بعد همین شوخی رفتم، این جدی شد و بعضا من خودم شیخ میتراشم، بعضا شما میگردم که زمینه نمیبینم، تصور میکنم که من شیخم، شیخ صحنه. این سالهای 96 بود خطا نکنم. استاد فرخ قاسم در اهارون شیخ صنعان ماندن یک گروهی به اصطلاح کورس گرفته بودند از بچه های جوان که در دانشکده میخواندند و برای تئاتری اهارون بودند اونها و کار دیپلمیشان بود و یک وقت استاد من دعوت کردن، گفتن من همین شیخ صنعانم میمانم و تو شیخ اجرا میکنی با بچه ها. و از همون سال تا کنون شما شیخ صحنه اید؟ بعد همون یک در کدام یک محفل بود یا جشنواره بود، منعقد محمد الله تبر گفتن که ما با یک گروه دوستان به همین خلاصه آمدیم که به عبدالمومن شریفی لقب شیخ صحنه میدیم گفتن و همین گپ جدی شد و رفت و بعد راستی گپ از شیخ صنعان گفتی دلم ته گرفت و به قبل آب شد. این نقش اولینی من بود که من خودم همچون هنرپیشه معرفی کردم و یک نسبتاً کاملتر و مردم من بیشتر از همینجا شناختن و راستی که هرچند که 2-3 مراتب به فکرم روی صحنه این نمایش دید و از بین رفت. و خدا میگم که حاضر یک امکانیت شود که باز من همین شیخ صنعان در صحنه اجرا کنم. ما در مورد شیخ صنعان و دیگر کارنامه شما در اهارون در پایان صحبت میکنیم، لیکن دوستان شما میگن که در زندگی هم به همین عنوان شیخی بسیار ارزنده است. زمینه اینقدر تقوا از کجاست به شما؟ نه لطف میکنن اونا نه من کجا و شیخی کجا، کاش یک ذره از اون تقوا و از اون چی گویم افتخاراتی که شیخ ها دارن، شیخ های اصیل منظورم می داشتم. شیخ به فکر شما و به اندیشه های شما چگونه انسان است، چگونه یک نفر است؟ انسانی نسبتا کامل، انسانی راستگو، راستگرد، همین از دیگر چیز دیگر نیست. شما خودتون به اون سطح نمیبینید؟ نه چرا اینقدر خاکساری در برای خودتون؟ این در ظاهر است. بعد من
کجه های دارم، این شیبه خمون شیبه های که بعضا خودم دهشتم میاد از اون کارهایی که میکنم. این خاکساری این سخن بازی نیست، جدی من میگم من کجا و شیخی کجا. خب در حصار زاده شدید و پسری معلم هم هستید. بله. از دوران کودکی و دهه چه خاطره ها دارید؟ چه گفته میتوانید؟ خاطره شیرین دارم. 2 روز پیش سه شنبه ما در دهه بودم، حتی همون وقتی که مکتب آمدیم بچه‌ها دیدم همون بچگی خودم یاد آمد به من و این بچه‌ها گفتم که اولین آدمی که گفتم در سینک 2 گریف من بودم گفتم و یادم هست و این 2 رو از جانب پدرم گرفته. بله پدرم ماندم، یادم یک 2 کلان مانده بودن. فنی متماتیک من خطا کردم، نادرست اجرا کردم و بعد یک 2 کلان مانده بودن و من بیرون برآمدم ستونه داشته غمگین بودم و همسین فهم 2 گرفت به بچه‌ها نشان میدادم. زین العابدین خدا رحمتش کند سیمپی 3 بود و اومد ای پروانه پالی هم قدری بسیار میگیری که ما هم رنگ توجه کشیدیم بعد آدم همین یادم هست. خب پسری معلم بودن به شما چی داد و از پدر چگونه یاد میکنید؟ من مهری پدرم زیاد ندیدم، برای همین خاطره ها هست اما دقیق نیستن، چون یادم از 5 ساله بودم و 6 ساله بودم پدرم همسری نو گرفتن و من در دست بابا و بیویم ماندم در خانه امک کلانیم و پدرم جدا بودن. اون زمان یادم نیست. ما میدیدیم همدیگر دیر خیلی دیر. مناسبت شما با پدر چقدر نزدیک بود؟ مثلا من یادم نیست که سر زانوی پدر ششته باشم یا چیزی، یادم نیست چون پدرم سرکار بودن و بعد بعضا ما میخوردیم. من یادم هست که من حدودی 3 ماه همین دهه شینکی چی رو آمده بودم در این خانه 3 ماه درس میرفتم در مکتبی همون دهه خوانده بودم، اما از گفتی مردمی دهه، از گفتی مردمی دهه خودم که تولد شدم، پدرم بسیار مردی خاکساری، بسیار مهنتی و بسیار به قول خودم ملایم بودند، آرام بودند و حاضرم میرم همین هر 2 دهه میگن که عبدالمومن پدرت چی مردی خوب بودند، چی مردی شریف بودند. چی شد که شما در تربیت بابا و بیبی و عمکتان گذاشتید؟ چرا همراه پدر و معین درس زندگی نکردید؟ نمیدونم، این انتخابی کلان ها بود و امروز درباره همین فکر کردید؟ بله. خلاصتون چی بود؟ پدر و بابا و بیبی هم به همین خلاصه میان که در تربیت اونها بودم برای من بیشتر خوبتر است و تصمیم میگیرن که وقتی مصلحت میکنن تصمیم میگیرن که بهترش که من با بابا و بیبی هم مانم و اون وقت من نمیدونم 4 ساله بودم 5 ساله بودم دیگر انتخاب در من نبود و من فکر میکنم که انتخاب اینا درست بود. از مادرتان چی؟ از مادرتان یگان خاطره باقی مانده است؟ و اگر که امروز تصویر کنید پیش نظرتون چگونه یک انسان قامت می‌افرازد؟ عکسشان هست، یک عکس خورده که 3 بچه‌ها که از کجای میابن و عمه میگیرن با اصطلاح پرترید میکنن با پدرم، اون هر 2 عکس‌ها در دست من هست، دیگر چیزی دیگر نیست. و یک قبلی در 6 ماهگیم و یک قبلی در 9 ماهگیم از مادر من جدا شدم، مادرم رحلت کردن و بیمار شدن و دیگه هیچ یاد و جز که یاد که دیگه هیچ نمیدونم، یادم نیست. وقتی مادر میگید بیشتر احساسی میشوید، مهر مادری کمبودش در زندگی شما تاثیر رسوند؟ من نمیدونم، یک چیزی کم نوشتم که من
همون شهد و مهری که از طفلی من محروم شدم، یعنی از چه نعمتی من در طفلی محروم شدم در پیریم فهمیدم. اون وقتی بچه بودم، جوان بودم، این چیزا نمیفهمم. پیر که شدم، وقتی که مهری نبیره ها ما نسبت به مادرشان دیدم، بعد گفتم که وای من از چه نعمتی محروم بودم اون وقت. خب قسمت همین، یعنی وقتی که هیچ چیز به آغوش مادر نمیدید، حتی از خشم و تنبیه سختی مادر با وجود باز میبینی که به آغوش مادر عوض نمی کند و میره به آغوش مادر. وقتی که بیبیش مثلا یا من مثلا بیبیاشون میگن که من فرزندام اینقدر مهر و اینقدر تربیت نکردم، اینقدر مهر و محبت نداشتم که به نویرهام در فرزندام نداشتم، اما مادر میبینن دیگر بیبی فراموش میکنن من که کجا. و منم میبینم خیلی مهربانی میکنم و میبینم وقتی مادر میبینم مادر است، ما دیگر همه چی فراموش، دنیا را فراموش میکنن آغوش مادر. و بعد از این گفتم که من از چه نعمتی من بی‌نصیب ماندم. داغ بی مادری تا حال در دل شما هست، دور نرفته است؟ بهتر است در این بشه بگم نرفته، نمیدونم برای چی، نمیدونم، قبض اندک مشکل مانده است. من این وای نیست، من نمیدونم، من تشنه هم. من سرودی نغز مادر میشنم ناله میکنم، نمیدونم برای چی. یا شعری نخواهم میخیلی که بهترش ندیم این در بفکرم من به گور میبرم. این یکان سنتیمنتال یکان چیزی باید نیست، نمیدونم برای چی. چند بار خب من گفته بودم این گفت میخوام با سری زانوی همسرم سرماندم نمیشه، خواهم که یا دخترم یا نبیرم در سری زانوشون میمونم سر خواهم که فقط زانوی مادر رو با سرم نمیتونم، خواهم داد کنم همین یک نمیدونم، شاید یا من خودم همین چیز میسوزم در خودم یا نمیدونم چیزی هست که نه تا میروز میشه که در خورده سراغ مادر کنید و وقتی سراغ مادر میکردید کلان سالها چی میگفتن؟ اون پاسخی داشتن به شما؟ نمیدونم، یادم نیست، لیکن از اون چیزی که میبینم مثلا کودک‌ها وقتی یکان مشکلی میبینن آچه جان گفته گریه میکنن، آچه گفته گریه میکنن، مادر گفته گریه میکنن. منم باید همون گونه باشم، به این که نمیشد. هرچند من باید بگم که عمه‌هام خوب ینگه‌هام من خیلی مهربان بودن. میگفتن که عمه اول به تو لباس می آورد، هر چی می آورد اول به تو می آوردم، بعد به پسرشان از من یک سال خورد بود و من خیلی مهربان بودن. و ینگم من در یادم نیست ینگم یکون بار من جنگ کرده باشن یا که مثلا یا که زده باشن، کلا یادم نیست. اما با وجود این داغ میماند، این چیزی بیماند، خصوصا برای طفل، خصوصا برای کودک، برای نوروز این چیز میماند. و من بعضا کار میکردم، همسایه ها میموندن، بعضش میگفت هی الان صغیره هک تو تگی باران چی کار میکنی یا اینجا چی کار میکنی، خیلی گپا میگفتن. خب عادتی دیگه هم خیلی گویا که هم درد میکردن چی میکردن. اما خب وقت من بچه بودم، خب من این رو چیز میکنم که دردی سخت و حتی بعضا میشد که من این صغیرگی استفاده میکردم با فایده خودم، کیمچی ها میساختم. این که زندگی همین است، این چیزهای هم بود راستی که. اما اونقدر چی بگم عذاب سختی کشیده باشم و رنجی دیده باشم یادم نیست. پدر هر چند وقت به سراغ شما می اومدن؟ زیاد میمونن، خیلی مهربان بودم نسبت من و اونا میدونستن این چیزه که مثلا قرضی پدری که وقتی که همون قدر سختی که برای من بود، من باور دارم از اون سخت‌تر برای پدرم بود که مثلا فرزند اول از چشم دور و زود می آمدن
خیلی مهربان بودن و مثلا وقتی که من کلان شدم چند سال پیش من میفهمم که میرن تلاش میکنن از دیگه برای من زمین گیرن، هرچند که اون زمین من به دیگر دادم، اون زمین جدا بخشیدم، اما پدرم فقط به خاطر من میکردن که یا مثلا من یادم هست که برای خانه دار کردنی من در مدت 1 هفته تصمیم میگیرن که من باید این فرزندم خانه دار کنم، یک چیزی سبب میشه بود و یک ننگ میگیرم. اومدن گفتن که روزی 9 توید، این حدود یکم 2 ماه هم خیلی بود، 9 توید. شما نمیدونستید کی چه؟ نه میدونستم، ما الکی انتخاب کرده بودیم همسایه، اما روزی توی معلوم نبود. گفتن که همسایه خودم خب گفتیم هر وقت امکانیت شرایط شود بعد سوری عروسی دامادی میکنیم، اما در نقشه نبود در این نزدیکی ها. یک چیزی سبب میشود و نمیدونم ننگشون میاد یا که دلشون مثل چیزی میشه، اومده گفتن که تمام 9 توی. من دیگه نمیدونستم چیکار کنم، باید فاش شدم کار. مناسبتتون با پدر چقدر صمیمی بود؟ اون حرفای دیلی که شما داغ‌هایی که داشتید گفتم میتونستید؟ نمیدونم درد و داغ وقتی میگویی که با همی بله برای همی وقتی که دیر با هم با میخوره امکانات دیگر اون چیزها نمیماند. بعد همون ها میخواستم پدر بینم، اونم میخواستم من بینم، میرفتیم چی میکردم، اما بعدا شد. بله بعدا وقتی که کلام بودم این چیز ممکن نیست. مثلا وقتی مثلا من کوچ به قرآن تیپه بستم گفتم پدر گفتم من دعاتید، من دعای شما من خانه دار شدم در همین خانه که بودن، خانه مادرم درم خانه دار شدم، 6 ماه همینجا زندگی کردم و بعد باید میرفتم قرآن تیپه چون زندگی آمد و رفت خیلی مشکل بود و من دعای پدر گرفتم، گفتم دعات اگر راضی شما باشه، گفتم من راضیم و دعا دادن و من رفتم. برای شما صحبت درباره پدر و مادر بسیار دشوار است. بیایید درباره جوانی ها و بیایید در دوره دانشجویی صحبت کنیم. از اون دوران چه خاطرات دارید و از جوانی که گذراندید راضی هستید؟ خدا را شکر. بله من با وجود همین زندگی من خوب بود، من از هیچ کمبودی نداشتم. هم پدرم کمک میکردن، هم عمکم خوب گفتم که اول هر چی میکردن به من میکردن بعد به پسرشون، هم بابا و بیبیم، یعنی من ارکه بودم خیلی گیری این چی هم نقش میبازید، اونا هر چی کوشش میکردن که این کمبودی از من دور کنن، یعنی که اگر که هست این چیزی که هست خواهیم نخواهیم چیزی طبیعی است ناگذشتنی است. ما از چند دوستان جوانیتون و دوره دانشجوییتون پرسیدیم، میگن که جوانی عبدالمومن شریفی بسیار آرام، بسیار ساده و هم مثل یک شیخ گذشت. همین خیلی نه من آرام بودم راستی. من میگن که تو خیلی آرام بودی و خودم هم به فکرم حس میکنم که من آرام بودم و ها هیچ خیلی چیزی دبدبه و چیزی نداشتم. دوره جانشی مشکلات زیاد داشتیم، هم مشکلات مثلا مشکلات روانی، مشکلات مالی، این چیزا به این که نمیشود و از همه مشکل سخمه که من بابا و بیبی من در اون وقت از دست دادم که اونا پشت پناه من بودن و تمامی نمیدونم همه چی در اونها بود. گفتم که من با هم بودیم، کمتر کلانتر شدم، گفتن اکنون تو کنار دورتر خواب کن، کلان شدی بین ما خواب نکن. و شاید یک طرف بعد آیسته آیسته از ده جدا شدم همین بود که از مادر برای وقت میریم، پدر همین خیلی بود، بابا و بیبی رفتن و آیسته آیسته من شاید خود را مردی تنها احساس نمی‌کردید همون زمان؟ نه جایی بود که به این که نمیشد، جایی بود که آدم احساسی تنهایی میکرد، جایی بود که احساسی غربت میکردی، چی میکردی. اما باز میگم من خیلی راضیم از جوانیم، خدا را شکر. عاشقی های هم داشتید یا اینکه نه؟
خب اکنون من عاشقی گفتن نمیتونم، هوس ها بود، ولی به این که نمیشد. اون شوق و ذوق و هوس های جوانی که امیدهایی که چیزی داشتیم مثل، اما اونقدر نیم. من نمیدونم اونقدر در چه سطح اونقدر نه؟ مثلا یک سیر فاش کنم شاید خوب نباشد. خب جوانیم با یک دختر ملاقات میکردیم میگم فلان ساعت من خدا میگم ای خدا جان همین کار نشود که من که بعد دست به گناه دست نزنم. خب اول پیش از رفتن زاره میکردم خدا که کاری کنم که همین کار نشود، همین باخوری نشود. همین خیلی عادت داشتم نمیدونم برای چی. شاید این بیبیم سبب اصلا بیبیم که شادرمان هر روز من نصیحت میکرد که این کار نکن، این کار نکن، این کار گناه، این کار سبب، این کار فلان چی، این کاری بد، این کاری خوب. هر شاید تاثیر این چی بود که من اونقدر من میدونم که بعضی بچه‌ها خیلی ذوق داشتن به این کار، اما من ذوق نداشتم. عاشق بوده تو این که نه؟ من اون عاشقی نمیگم، ها همون هوس و همون چیزی که گویا که عشق بود، اما اگر عشق میشد اون باید تا ابد میموندم. هرچند خاطره ها هست مثلا چیزی نه که خیلی که مثلا از اونش که بعضی رفیقان قصه میکنند و اونجا واقعی که گذشته است با اونو با اون حد نبود از من کمتر خاکسارانه تر. چی بود های گفتم اتونه؟ نه کنی چیزایی که بگذار شاید هم سبق بود که هم دانشگاهی بود. نه راستی که هر کسی بود به گفتن نمیارزد، چون حوثی بچگی بود، چیزی دیگر نبود. وقتی که هم صاحب همسر شدم من با خودم خیلی چی بگم قاعده به خود ساختم یا برنامه ساختم که همسر تمام و اگر به یکون نفر به این نمیشد مثلا چشم نفس چشم بد نگاه میکردم، همون زمان خودم اداره میکردم و همون خودم تنبیه میدادم و میگفتم که اگر خدا نکرده این کارو کنم پس چگونه بروی همسرم نگاه میکنم، به چشم همسرم نگاه یا بروی فرزندام چگونه من نگاه باید کنم. ورود به این اندیشه از زمان کودکی است که شاید از کار دوره اهورون یا که کدام زمان دیگر این اندیشه به شما از کی پیدا شد و قالب گرفت؟ ببین در زندگی همه چی تاثیرگذار است و خدا را شکر میگم که من اهورون آمدم و خدا را شکر که ما به مولوی دست زدیم، به بزرگان دست زدیم، به عطار دست زدیم و هر کسی که به این کار وارد شد و بعد یک روز و دو روز نیست، ما ماها سالها به این کار مشغول بودیم، سالها به این کار با همون ذهن کوچک و با همون فهمشی بچگی و جوانی خودی که جوانی که داشتیم و البته تأثیری استاد فرخ قاسم ما وارد شدیم به این دنیا و این زمینه از بچگی بود. من گفتم که مثلا رحمتی بیبیم که این به تاثیر نمیمونه پیران که فقط یک چی میخوان، این تأثیری اون هست درست و شاید با تأثیر اون هم هست که نمیدونم من از اول آرام بودم میگم بچگی من خیلی که بعدا من خودم یادم هست که رفیقانم هم میگفتن که تو آرامی و حاضرم میگن که تو آرامی هرچند این در ظاهر است و بعد اینم یادت نره میگن که از خشم آدم آرام ترس. من بعضی خودم خشم میشم در حیرت میمونم که هیچ کسی این خیلی رنگی من که خشم میشم جاهل میشم هیچ کسی خیلی جاهل نمیشود، اما تاثیر این چیز هست. من باز میگم اگر من هنرپیشه نمیشدم، اگر من در تئاتر اهورون نمی بودم، من کلا دیگر آدم بودم، دیگر هنرپیشه و هنرمند بودم و این تاثیرگذار هست. خدا را شکر که من این چیزا گذشت، این چیز به تاثیر که نمیموند. و من با یک چیز دیگه که نمیدونم با این چیز من سخت میچسبیدم، مثلا به همین صافی و راستی این چیزا من نمیدونم. بعضا وقتی که تحلیل میکردیم و بعضا در اهورون بعد بچه‌ها شوخی میکردن در مثلا صافی صوفی ها و اهل طریقت و وقتی در بعد شوخی میکردن من حتی قهرم می اومد و ذکر میشدم که چرا اینو با این صافی شوخی میکنن، چرا نمیدونم همین چیزا نسبتاً در بدیل نزدیک میگرفتم.
شاید اینم تاثیر اینم هست، نمیدونم. باز من میگم من نمیدونم. یعنی من هیچ خیلی تاثیر صوفیسم به شما هم رسیده است، قبول میکنید اینه؟ شاید صوفیگی نه، شاید همون کوشش میکنم کمی راست باشم، کمی اندک تازه تر باشم. مثلا من خواستن به هر چند دیگر است، بودن دیگر است. نمیدونم، میترسم که منمنی نشه، بعد خدا ببخشد. خب کار رو از تئاتر قرون‌تپه آغاز کردید. چی شد که مد نظر فرخ قاسم شدید و اون کس شما رو به تئاتر آهارون دعوت کردن؟ بیاید در این باره صحبت کنید. خوشبختانه استاد فرخ قاسم ما درس دادن 2 سال و من در وقت دانشجویی اونقدر زیر توجه ایشان نبودم و اینو حس میکردم و من عیب خودی من بود. بعد در قرغن‌تپه رفتن اونجا نمایشنامه گذاشتن ترتیفه و از همونجا توجه من دیدم که آیسته کم کم منم ایشون شناختم، هرچند من خیلی زیادترش میدونستم، ایشون کم کم من شناختم و من دیدم که مناسبتشون کمتر دیگر شد. و شما رو با چی شناختن؟ در صحنه شناختن یا اینکه از صحبت‌های روبرو؟ هم اونی هم این. ایشون خیلی روانشناس بودن، فرخ قاسم، و خیلی اهمیت میدادن در همه. بعد اون وقت باید تئاتر میساختن، اون وقت در اندیشه‌شون ساختن تئاتر بود و اون میگفتن بله هنرمند میگفتن، استعداد میگفتن، انسانی خوب میگفتن، چون که اینا همه با هم توأمند. من خدا را شکر میگم که در مد نظر ایشون من ماندم و در هم قطار انتخاب کننده ها منم بودم و این گواهی از آن میدهد که سال 89 من چندین بار دعوت کردن که قاطعاً که بیا 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 بیا، هرچند من در تئاتر قرغن‌تپه در نوبت دوم خانه بودم. آخر همه کار همین شد که بعد تلفن‌های زیاد بعد این چیز آخر کار به همین رسید که من نوبت خانه پرت افتادم و دیرکتور با افسوس باشی به عریضه من امضا گفتن خطا میکنی این خطای تا حال بعد پشیمون میشی. و استاد فرخ قاسم گفتم که بیا من اینجا خانه تو میگیرم. و من همه چی وقتی برکشیدم اینجا نزدیکتر برای من، اینجا خوبتر، و من آمدم به تئاتر فرخ قاسم و بعد فرخ قاسم همچه کارگرده اون وقت علاقه هم میدونستم منم بسیار میخواستم که در تئاتر ایشون باشم، نوابسته به همه چی. و بعد خانه هم گرفتیم، دادن خانه از جانب تئاتر آهارون. بله، به حساب قرض گرفتم من خانه، اما اون قرض پولی ناچیز بود، من اون قرض دادم که پولی ناچیز بود و کمک و بعدشون ایستادم. خلاص تئاتر فرخ قاسم به اصطلاح تئاتر فرخ قاسم یک چیزی نوی، یک کاری نوی در زمینه تئاترهای تاجیکستان، نه تنها تاجیکستان، در دنیا بود. برای شما دشواری نداشت؟ هم غزل بود، هم شعر بود، هم عرفان بود، هم رقص سماع بود. این قدر چیز رو برای خودتون هضم کرده توانسته؟ خیلی دشوار بود. امروز من مثلا وقتی ورق میزنم، چه شیخ عطار، چه مولوی، چه حافظ، در بعضی جا در میمانم. حالا من فهم و درک کامل اون چیزا ندارم که اون وقت جوان بودم. اون وقت وقتی ما آمدیم نه به مولاناست، یوسف گمگشته پر از مولاناست و قصه خب حضرت جامی، لیکن تمام بند و بست با غزلهای مولانا. ما درک معنی اون چیزا نداشتیم، خب جوان بودیم. هرچند فرخ قاسم میفهموند، هرچی میگفتن این خانه اون خانه میرفتیم میخوندیم، اما به فهم و درک اون نمیرفتیم. من امروز وقتی که من میبینم جوانا وقتی میخوانن، میبینم که مثلا بعضا نمیدونن چی میگویند چی میخوانن، و بعد اون جوانهای خودمون یادم اومد. هرچند که باز میگم که مثلا قریب 1 سال بالای یوسف کار کردم، نه اینکه ما مثلا وقتی سال 90 سپریدیم، بعد 6-7 ماهی کار، 8 ماهی کار، و باز همین گونه که لازم بعد 5 سال پر از نو با 1 ماه نشستیم سری میز، از حرف اول تحلیل و تقسیم بندی کرده آمدیم خیلی که کار اول شروع میکنیم برای اینکه بفهم و درک این چی رویم.
بعد 5 سال یوسف کلا دیگر بود و ما هم همچون هنرمند و همچون انسان خیلی خیلی دیگر شد. مثلا یک مناقدی خیلی پرقوت روسیه کلش بود اگر یادم نرود، فامیلی بای کلش بود اگر بعد 5 سال یوسف دید و گفت که انا اکنون گفت نمایش شده است. بله یوسف شده و برادرها اکنون شما فهمیدید که شما کیید، چی کار میکنید، چی میگویید. چون که اون وقت بیشتر استاد فرخ قاسمیان با نقش‌های اساسی کار میکردن، با برادرها که کم کار. و بعد اونجا اکنون من فهمیدم که این نمایشی اصلا نمایش نقش اساسی برادران اینجا، همش بند و بست، همه چیز در دست برادرها است. ما این چیزایی نمیفهمیدیم و اینجا بعد آهسته آهسته این چیزا که درک کردیم فهمیدیم، نه اینکه همچون هنرمند همچون انسان هم کلا نگر شدیم و خدا را شکر که من در اون تئاتر بودم. نقش شیخ سنان هم در این تئاتر بود. در این باره مفصل‌تر گفته می‌تونید که شیخ سنان کی بود، چگونه انسان بود و چرا تا حال با این نام شما شهرت دارید؟ درباره این نمایشنامه مخصوصا درباره این نقش بیشتر میگفتید؟ خب همون شیخ سنانی که شیخ مکه بود، 400 مرید داشت، مسلمانی کامل بود، دقیقا اعتقادی چیزی داشت و یک خواب میبیند و یک باره کلا دیگر میشود و مریداش میگن ما میریم و روم میریم و کشوری غیر مسلمانی و میرود و مریداش در حیرتن که شیخ ما خب مریدن اونها، پیرشون هرچی گفت مرد میمیرن، میروند با دل ناخواهم دو دل ترس باشید میروند با کشوری. و البته این دهشت است برای مریدا که پیر اونها به یک دینی دیگر با یک بزن عاشق شده و به هریوی خوبانی میکند، می مینوشد، قرآن میسازد. این در حقیقت دهشت است و اینا برای که من امروز من خودم مسلمان میگیرم، من مسلمانی که هنرمندم، اینا برای من این امروز در اصل 21 فهم و درک این خیلی سخت است. کی امروز این کارو میکنه اگر بگیریم؟ تضادهای زیاد است. بله تضاد خیلی. و بعد تصور کنید حاضر یک در صحیفه مثلا اینترنتی برید یک گپ اگر یگان چی میگن اوه وای کافر میبرن، کفر میکنن، چی کارهایی میکنن، اگر لازم شد پست میکنن اونا. حاضر که این مرد که در عصر 21 اون وقت تصور کنید باز مریدی که در کارشون فقط مسجد است، طاعت و عبادت است، چیز است و یک بار این در مکه با مرکزی و این خیلی دهشت است. خیلی اینا من برای چی میگم اینا درک کردن و اینا جا کردن در مغز و در قلب من هنرمند، من عبدالمونی که جوان بودم اون وقت خیلی جوان بودم، خیلی سخت بود، کار بیاد سخت بود. و بعد جایی که ناله است فرخ قاسم گریه نکن، شخ گریه نمیکند، گریه کردن آسان است، میخواد با گریه دردت و مشکلات یک طرفه میکنی آسان، خیلی آسان است. نه گریه نکن، شخ گریه نمیکند، شخ میداند برای چی این کارو میکند، شیخ میداند، من از کجا میدانم. این مشکلای سخت بود و بعد یک کاری چی گویم از همه زیبایی فرخ قاسم در چی بود که در زنجیربندی نمایش استفاده کردن از صدای من از آوازخوانی. بله آوازخوانی من استفاده کردن. خب همین خیلی این چیزی که در من شاید ارثی است، این کاری من نیست، این خدا داد است این آواز، همین استفاده کردن و این گپی خودی استادم هست و خودم هم میدونم که حسنی شیخ سنان بله همین آوازخوانی من بود و این چیز یک بار شیخ سنان را زیبا کرد، رنگین کرد، گوارا کرد و یک طرف بسیار مهر مخلصایی که من میدونم اصلا در شیخ سنان ها اجرا بود، لیکن بیشتر همین این چیزی بود که خب میدونیم موسیقی سرود چیزی هست که نه دین داره، نه زبان داره، نه ملت و محل داره، هرچی از دل آمد به دل میرسد.
و فکر میکنم اولین نمایشنامه هم بود که شما از هنری آوازخوانیتون استفاده کردید، بعد در دیگر نمایشنامه ها این چیز رو استفاده برده توانستید؟ نه، یا از این پیشتر از این پیشتر بود. در یوسف من از آوازخوانی فرخ قاسم استفاده کردم. در یوسف من میخواندم، در دجالم میخواندم، در اسفندیارم میخواندم. این چیزا بود. اونجا کم بود، اونجا کمتر، اونجا نقش اساسی نبود. نقشای کلام بود اما اساسی نبود و اینجا نقش همه در اطراف شخص آن بود. نقش اولینی بزرگی من بود، کاملی من بود، نه نقش اساسی بود و این خاطر و شاید کم چیزی به من موافق آمدم چه یافته تا نیستم که در خاطر مردم ماندم نسبت به اون نقشایی که تو اینجا اجرا کرده بودم. خب راهی که فرخ قاسم پیش گرفت بسیار راهی مقصدهای کلان داشت در پیش. اگر فرخ قاسم بیمار نمیشد تا کجا میرسید؟ به اون مجرایی که فرخ قاسم می آمد اگر بیمار نمیشد ای کاش نمیشد. مثلا من فقط واه میگم، داد میگم که اگر شادروان محمودی واحد اون فاجعه نمیشد چی کار میکرد بعدا، چی کارهایی که میکرد، یا عطا محمد جان استاد، هرچند که در این سن سال اما خیلی پالی بردم بودن و من یادم هست فقط در تئاتر مومین جان ولی ما یک کاری میکنیم که صحنه میتر کنیم، فقط میگفتن میگفتن فقط پیر بودن دیگر جا بعد مشهور بودن دیگه صحنه ترکانی که چند بار ترکاندن چی نه تشنه بودن و میخواستن که اما قسمت ببینید چیکار کرد و فراخ هم همین چیز اگر میبودن تا کجا میرسید و این انقلابی که فرخ قاسم در تئاتر تاجیک آغاز کرده بود تا چی سطح رفت؟ اقلا نیم شد یا اینکه آن آرمان ها و مقصد هایی که فرخ قاسم داشت چقدرش برآورده شد و چقدرش باقی ماند؟ خب اینه که خود استاد میدوند که چی ماند و چی رفت. اما من هم چیه گفتنی هم که فرخ قاسم سخنی خود گفت و من این از عقیده خودم نه، اون چیزی که متخصصان میگوین. من مثلا تا امروزه هر کجایی رفتم سفر هنری میگفتن مکتب فرخ، اون نمایشی که بیشتر بود مکتب فرخ قاسم، استاد فرخ در از آسیای مرکزی ایران و روسیه و اینجا حتی اروپا هم می آمدن میگفتن مکتب فرخ قاسم، دست فرخ قاسم، این نشانه از فرخ قاسم و فقط درباره مکتب و کار فرخ قاسم حرف میزنن. حتی منعقدان در قزاقستان یادم هست منعقد گفته بود که فرخ قاسم برزو عبدالروا سلطان عثمانی فخر تئاترهای شرق است، شرقن و همین کاری فرخ قاسم همینا بودن که سال 90 در مجله مشهور اون وقتی که تئاتر بود در شوروی و در مسکو چاپ میشد، حالا هم چاپ میشود، مثلا دوشنبه رو مکه تئاترهای دولت‌های دولت مستقل اعلان کرده بودند و این اصلا پایه اساسی این کار فرخ قاسم این ترتیب بود که در قرغان تپه گذاشته بودن. خیلی نمایش عالی بود. این یوسف بود. این یعنی فرخ قاسم با همین عمر کوتاهی که با مثلا ناعدالتی های تا جای قسمت سخنی خود گفت سخنی گپی خودم ماند اما کاش باز سلامت نبود چی کارهایی که میکرد و امروز بدبختانه ما چیزی نداریم و بسیار میخواستم که اگر نقل تئاتری میداشتیم یک نفر از نظر علمی تئاتری، از نظر علمی هنری فرخ قاسم تحقیقات میبرد، کشف میکرد، مینوشت مکتب فرخ قاسم. این منعقدا میگن که مکتب فرخ قاسم مکتبی خاصه بود. اگر من فقط در یک مصاحبه هم گفتم، در چند جا گفتم که اگر فرخ قاسم در دیگر کشور میشد، حتی کشورهای همسایمون، حالا چند کتاب در کار ایجادی و هنری ایشان
چاپ شده بود و همچون هنرمند مثل دیگر همچون کارگردان مثل دیگر کارگردان کشورهای جهان که جهان میشناسن به جز ملتی خود، حالی در جهان فرخ قاسم مکتب او را میشناختن، بس میکردن. هرچند که رفتیم در کشورهای همسایه الکی مکتب فرخ قاسم استفاده میکردن و خودشان میگفتن که ما تکیه به بعضی اونایی که وجدان داشتن اندک انصاف داشتن میگفتن که ما از مکتب فرخ قاسم استفاده میکنیم، استفاده کردیم و حال هم میکنن، میآموزن این چیزا. متاسفانه در ما این چیز نیست درباره مکتب فرخ قاسم، بجز مصاحبه و دیگر چیزی نیست و چیزی هم نمیگویند در سطح عمومی، در سطح مثلا لازمی در این باره خاموشند. این بد است. یعنی میخواهید که مکتبی تأسیس کرده فرخ قاسم زنده نگاه داشته شود، تبلیغ شود. حتما بله، چون مکتب فرخ قاسم این کارو باید کی کند؟ تئاتر امروزی اهوران، حکومت یا کسی دیگر، شاگردان؟ همه باید این کار کنند، چون مکتب فرخ قاسم مکتبی ملی ماست. تئاتر ملی. بله، تئاتر ملی ما تکیه به اشعار گذشتگان ماست که دنیا تسخیر کرده است و بعد شکلا هم از نظر هنری هم مکتب فرخ قاسم خیلی عجیب است. یعنی من از سخن متخصصا میگم که مثلا میگن که این مکتبی استانیسلافسکی نیست. استاد، شما امروز دغدغه دارید که این تئاتر نباید گم شد و گم شد، لیکن در پاش بردن این تئاتر، این تیم مخصوصا شما هم گناهکار نیستید. تیمی که فرخ قاسم جمع کرده بود تقریبا سال 2003-05 با همشون تیز شدن و دیگر تئاتر رفتن. در این گناه شما و شاگردان هم نیست؟ حتما کجای ما گناه داریم، همه گناه داریم، اما من میدونم که من به اختیار خود نرفتم از اون تئاتر. اگر به اختیار خود میرفتم خیلی خودم گناهکار سخت میدونستم و من میدونم که بسیاری ها به اختیار خود نرفتن. چی شد؟ خب این چیگم ناجوری های و کارهایی که بیشتر به هنر چی نداشت، چی بگم، نزدیکی نداشت و اصلا بدبختانه جنگ نفس بود، جنگ منمنی ها بود، این چیزا بود که این هم پس از بیماری فرخ قاسم. بله، و همین خیلی است. وقتی که راهبر در خانم در کشورم راهبر بیمار می شود، اون کشور پاش میخورد، اون عائله پاش میخورد. تئاتر هم همین است. یعنی این چیز سبب بود که مثلا وقتی که راهبر بیمار می شود چی می شود. من با یکی از هنرمندان سابق اهوران صحبت داشتم در این باره. در یادم است که گفته بودن آرمان‌های یا که مقصدهای فرخ قاسم بعد از 2000-2003-04 الکی فراموش شده بود. این چیز رو شما هم تصدیق میکنید؟ ببینید وقتی که جای هنر دیگر چیز میگیرد، خانه‌ها این به تاثیر نمیاد. دیگر چیز یعنی چی استاد؟ همین چیز شد روشن گفتم میتونید؟ بله، من گفتم که نیازهای نفسانی، نیازهای شهرت، نیازهای چیزایی که به هنر نزدیکی ندارد. وقتی اینها بالا میشوند از هنر، امروز هم هست در تئاتر، امروز هم در تئاتر این چیز هست و هیچ وقت در هیچ تئاتری همه صدقاً کار نمیکنن، همه صادق نیستند، همه هنرمند خوب نیستند. این قانون است. اما همون تئاتری که یک گروهی هنری و گروه هنرمندان صادق زیادترن، اون تئاتر پیش می رود. وقتی خدا نکرده که برعکس شد، نیم هنرها نیم شو بالا گرفت، این چیزی که وقتی که هنر نیم این چیز بالا گرفت، اون تئاتر پاش می خورد، اون تئاتر آباد نمی شود. اون تئاتر خیلی زیر مشکلات سخت میمونه که من در اهوران در همه تئاترها این چیزا دیدم. در جوانان خودم مثلا این چیز که من کار میکنم چندین بار این کارها شد، من گفتم تمام تئاتر از بین میرود، تئاتر مرد، تئاتر دیگر همین یک سال نیم سال پس میبینید یک خدا را شکر تحول یک چیزی یک تغییراتی میشود و باز نجات میبینی با یک امکاناتی کار کردن، امکانات چیزی گفتن میماند. حدودی چند سال، حدودی 15 سال قریب تئاتر اهوران به نام بود
و حالا خدا را شکر که نه باز از نو احیا شدن دارد و اگر همین خیر رود من باور دارم که این کار آینده خوب دارد و مهم اون است که همون مکتب ماند، همون شجره‌ای که بود اون مهم که اون از بین نرود. حاضر همین که تئاتر خودش هست این خوب است. فردوس قاسم ادامه دهنده بله، پدر فردوس. جایگزین پدر بوده میتوند بکرتون؟ خدا کنه که من بسیار میخوام که باشد. وقتی چیزی گفته نمیتونم چون جوان است باید من بسیار میخوام، من دعا میکنم که کاش این کار شود. بسیار خوب. نمایش شب دور از وطن، خلاصه شما درباره بازار صابر چیست؟ کوتاه گفته میتونید؟ بله خب استاد بازار صابر همه میدونند که سخناشون پر از تضاد است، زندگیشون پر از تضاد است، ایجادیات پر از تضاد است و کاری آسان نبود. هرچند ما تصمیم گرفته بودیم که ما بازار صابر در صحنه نشان نمیدیم، ما یک فرهنگی شاعر نشان میدیم که اون که هر کس خودش در اونجا بیند، هر کس خودش یابد و خوبی نمایش هم در همین بود که مثلا بازار صابر خودش در نمایش دید. مثلا در نلچک اجرا کردیم، یک نفر فرهنگی گفت این نمایش درباره تاجیکانه، این در ما وصف ماست، درباره ما بارکرها هستند که از تاجیکای ما بیشتر مهاجرت مشکلی ما کش. این نمایش شما درباره ماست، نه درباره شما تاجیکان. مثلا افغانستان نماینده افغانستان اومده ما و بردن کابل، اونا گفتن که این نمایش وصف ما میکند، درباره ما است، درد ما افغان‌ها میگه، افغانستانی‌ها میگه، این نه اینکه تاجیکا. اونا در خودشان گرفتن. و خوبی چیزا در روسیه رفتیم، اونا میگفتن که این درد عمومی بشری است، این درد ماست. با دیده پر آب گیره که آمدن، من نمیدونم اونا چی فهمیدن که ما شعر خودمون درست نمیفهمیم، اونا به ترجمه به هیچ چیز، مثلا چی در کشینیاف، چی در روسیه، چی در قزاقستان، افغانستان خب بوده مردم با در قرقیزستان با گریه و با آب دیده آغوش کردن می آمدن تبریک میکردن و هر کس درد خودش میدید، هر کس شاعر خودش میدید، هر کس فرهنگی خودش میدید و خوبی نمایش هم در همین است. و ما شادیم که استاد بازار صابر هرچند بله ناظم کوشش کرد که بیشتر شبیه بازار صابر باشد و این بود باید، اما در عموم ما میخواستیم که یک فرهنگی شاعری مهاجری نشان دهیم که یک انسانی که نه ملت و نه قوم نه چیز، که هر کس خودش در اون بیند. و ما خیلی شادیم که مثلا از یادم نمیرد که استاد بازار صابر من اولین شاعری است که خودم با چشم خودم در صحنه زنده دیدم. اولین شاعرم میگم شاعر تاجیکم کرده و خودشون قانع بودن از بله خدا را شکر قانع بودن، مهر کردن، حتی به خانه ما دعوت کردن، راضی بودن از کار ما و خیلی لطف هم کردند. مهم این بود. من نمیدونم که شما نمیترسید که وقتی که پیش بازار صابر همین نقش بازی میکردید با وای محکول میشود؟ این چی درک میکنه؟ هممون میترسیدیم. ناظم ما هممون بعد چون بازار صابر من فکر میکنم خودش نمیفهمید، حالا که ما کجا میفهمیم اینقدر. و از استاد بازار هر چی انتظار شدن ممکن بود. ما میترسیدیم، میگفت چی ماندید؟ این چی مثلا؟ ترس سخت بود. هرچند پیش از آمدن نوار فرستاده بودیم و یک مهرنامه هم در روزنامه ملت نوشته بودن، گفته بودن ایشان، اما باز میگم که بازار صابر کش نشونده بودن و هر چیز میتونست سبب شود، هر کار میتونست. برای ما خیلی مسئولیت سخت در دوشمان بود و خیلی ترس داشتیم و ما هرچی برداشتیم از اشعار استاد برداشتیم و هرچی دردی خوب اشعارشون درد ایشان است، زندگی ایشان است، خطی اندیشه ها و هستی ایشان است. برای اون آموختیم، اون موضوع گرفتیم میده و خدا را شکر که موفق گشتیم. اگر من به خاطر با باوری میگم که موفق گشتیم به خاطر که استاد آمدن وقتی قبول کردن و بعد این سفرهایی که ما داشتیم و بعد این جایزه‌ای که این نمایش آورد. چند جایزه آورد؟ حدودی 10
شاید زیادتر باشه نمیدونم که جایزه آورد که به فکرم هیچ نمایشی تاجیکستان اینقدر جایزه نآورد و اینقدر بعد مهرنامه و اینقدر تحلیلی که کردگیان چه در کشینو چه در چلابینسک. خب استاد یک سوال دیگر پیدا میشه، جامعه ما بازار رو با همین تضادهایش پذیرفته توانست همین خیلی بازار قبول کرد یا اینکه نه به فکرتون؟ خب از اون چیزی که در صفحه‌های اینترنت در صفحه اینترنت در این چیزا میبینه ببینه چه تضادات قبولم مثلا اندیشه ها درباره بازار هم مثل خود بازار، همون بازار که پر از تضاد است، بله پر از تضاد است، اندیشه هم پر از تضاد، پر از یکی برای مثلا برای یکی بازار صابر کافری مطلق است، برای یکی اولیاست، برای مثل بازار است اندیشه و از این راهی گریز نیست. برای یکی کمونیست است، برای یکی دموکرات، برای دموکرات است، برای یکی از مسلمان است، برای یکی از کافر مطلق است. این چی و خوبی اینم در همین است. و من یادم از چند سال پیش همین خیلی بحث وقتی تیزتون بود شعرهایی که نوشته بودم، بعد من 8 مصرع از همین اشعار ایشون آوردم و اون نفری که خیلی تند زدی حتی یادم نیست اون کیست نوشت، گفتم برادر عزیز بعد 500 سال همین مصرع‌ها و گوینده همین مصرع‌ها میماند. این حرفا وقتی کافر مطلق برآوردن چیز 4 سال نماز قضایی دارم، 4 سال نماز قضایی در گردن، 4 سال نماز قضایی همین اینو بعد 2 مصرع 4 مصرع دیگر همین آوردم، گفتم یعنی هم اونش آوردم همینش گفتم بعد 500 سال همین مصرع و گوینده های همین مصرع میماند دیگه. این حرفای منو تو همین 4 ساله نماز قضایی هم در مهاجرت گفتگی است خطا نکنم و از وطن که دور است نمازش رو قضا بله با روزهای وطن رفتن روزه میگیرم، با شامهای وطن روزه میکشایم، با شام وطن روزه در خاک وطن نماز قضا میگیرم. مثلا این کی مثلا میتونه اینو بگه که تو کافری مطلقی وقتی آدم درباره این چیزا برای هر کس نماز هر خیل است، خداشناسی هر کس هر گونه خدا میشناسد، شرط نیست مثلا با چه شکل و استاد با شکل کار نداشت، خدای خدا داشت، دینی خدا داشت. واقعا بزرگ رو همین گونه نمیدونستی که چیکار میکنن، چی واکنش میکنن، چی حرفی میگن، گاه دموکراتن، گاه کمونیستن، گاه واسه شاکیلین رو میکنن، گاه از نماز قضایی صحبت میکنن. و مهم اینه که ما میدونیم اون کس که انا خیلی تضادش میدونیم، از اونی که یک نفر نمیدونی که اون کی است، اون چی است، اینجا میدونیم انا خیلی پرتضادن، انا خیلی عقیده‌شون فهمیده نمیشود و میدونیم که هر چی حرف در دل دارن در زبان میگوین، ترسیم هم در همین بود، معقولش معقول روی خاطر نمیکردن، معقول تمام معقول نیست، پیسند تمام آفرین. مثل آنهایی که من میبینم مثلا در کسب خودم هنرمندایی که پیر شدن سالشون اما در رو کلا دیگرش در پس کلا عقیده دیگر چی است. بزرگ ما با سرکشی و یکروی و قیصریش اصلا هم در ادبیات و هم در زندگیش میشناسیم. با وجود اونقدر که در زمان شوروی قیصری کرد، در زمان استقلال فکر نمی‌کنم که کمی سازش کرد. به این اندیشه نیسته؟ برادر سازش از سازش فرق دارد. باید زندگی کرد. وقتی که آدم میشکنن مشکلی، انسان‌های بزرگ خب که این گفت چندین بار گفتم، سقراط میگه که بزرگترین شخصیت‌ها بر روش عامه میروند مگر یگانه ها که اونها اولیاء. من فیلم داو مثلا برای چه قهار دوست می‌دارم که کاش من امروز قهار می‌بودم. قهارم برابر ممنون دزدی میکنه میره چون باید خورند خانواده باید به خاطر اون پسرش که دانشگاه نپرتاید و باید اگر دزدی باشه دزدی میکنه به خاطر که اون نپرتاید، اما وای میداند که این خطاست، میداند که این گناه است و هر روز در فکر این است که چیکار کنم که از این کار دست کشم، از این گناه دیگه تکرار نکنم. و ماشین که آمد امکانیت پیدا شد دست کشید، از اون کار دست کشید. مهم این است
آسان نیست در مهاجرت و با اون محبت و با اون مهری که به وطن و به خانواده و به حتی گوری پدر و مادر و به اون درخت و به اون طبیعت خاصی و ممکن نبود که بر نگردد و باید سازش میکرد، می آمد زیارت میکرد. یه سازش به معنی که سازشی چی گویم، سازندگی، سازش با عقلانه، خیلی نه که ببخشید پلیدانه باشد. سازش هایی هستی که خیلی پستن. پس از 100 سال از بازار چگونه یاد میکنم به فکرتون؟ من فکر میکنم همین خیلی با تضادها. باز با تضاد. استاد بازار صابر اگر 1000 سال بعد باشن به این تضاد میماند. میگن که من اینا این میگفتن، اینا این میگفتن. امروز چه خیلی که مثلا گردی ابو علی سینا تضاد نیست، یا که ابو عبدالله رودکی تضاد نیست. یکی اسم میگه که وای فلانی بود، اسماعیلیه بود، وای کیمچی بود، وای فلان بود، وای بسمدان بود، وای درباری بود، وای چی بود. خب این تضادها خواهی نخواهی من با خصوصا با گردی بزرگ‌ها. بگذاریم موضوع رو همینجا پایان دهیم. اما شما در مورد فیلم داو گفتید و نقش قهار، جایی شنیدم یک نفر گفت که سرنوشت قهار در روزگار شما هم تکرار شدگی است و اون دردها رو خودتان در جانتان احساس کرده اید، راست است؟ اون مشکل های سال 93 سال هم جنگ که سال 92 مشکل به سر همه ما آمد. همه این روزه داشتیم. همون برای نان نوبت پایی های. من یادم هست پسری عمکم مهمانی آمد، همون سالها بود. ساعت 11 من به خواب آمدم در این خانه. الله گفتم خوابی خوش و خودم برآمدم برای نان. ساعت 7 صبح با 4 با اصطلاح بلکه من برگشتم، در اومدم و از خواب بیدار شدم. نوامدی برآمده بودم ببینم. گفت نوامدی. گفت اون رفته. من گفتم یعنی تمام شب من نان میگفتم در شهر در 90. یا که مثلا سال 93 از بلژیک آمدیم، سفر هنری داشتیم از ما انترپینی که گفتم. ساعت 2 شب من آمدم، نقلیات نبود، چیز نبود، نمیدونم با چی ها آمدیم از فرودگاه تا خانه، یا حتی یادم نیست. آمدم میبینم 3 قبط خانه من بود، چراغ خانه روشن. یا خدا، گفتم ساعت 2 شب میام درم میزنم، درم میکشد. همسرم پسری خوردی هم انور 1.5 سال بود، لباسای زمستانا پوشیده دیدم. من تا 6 تا است، یا نه چند ماه بود بفکرم. این تا 6 تا است. میگم چیکار؟ میگم من نوبتی خیلی نان میرم، کودکتی رو بی‌نوبت میدیم. همه خیلی بارم ماندم و پسرم گرفتم، هر دو رفتیم نان برای نان مغازه نان گرفتیم برگشتیم. یعنی این چیزایی که خب من درباره اون مشکل سختی که نمیگم. شنیدم که زمان در بازار هم سودا میکرد همزمان با کار تئاتر. بله. من در کجا گفته بودم؟ نه اینکه در شب دورم خیلی نزدیکی ها دارم. مثلا من بالین بستری ندیدم هرگز. استاد داد میگن من 20 سال مانندی داره. اگر که صمیمی باشد شاید در همین است. مثلا که من 20 سال شبا همسرم در بازار بود، بازار دوستی. اون دوستی که از بازارچی که ما خورده کرد، همون سالهای جنگ هم یگانه بازاری 24 ساعته بود و ما همسرم یگانه امکاناتی داشتیم پخت و پزی، یعنی هرچی میپخت و شب برده میفت، چون روزانه جا نداشت در اونجا. ما مبلغی نداشتیم جا گیریم، جا خریم میکنیم و شبانه میرفتیم در هم بیرون بازار هر جا میگرفتیم برای زندگیمون. و 20 سال 18-20 سال تمام شبها همسری من در بازار بود، من در خانه تنها بود. مثال یعنی یک چیزایی طبعا هست که آدم. خودتون هم در بازار بوده؟ بله، اولها بودم وقتی که ضرب خوردم، وقتی که من زدند یه راه به دست ها بی پول گرفتن چی کردن. بعد همسرم چگونه شده این حادثه؟ خب میدونی اون وقت که مثلا چی وضعیتی بود. من در سخاوت خوراک میبردیم، همراه زنم می آمدن روی راست طبق خوراک میگرفتن میبردن، نمیگفتن که تو کیتی چی بده.
ظرف خوراک میگرفتم میبردم، میآمدن میخوردم به پول میگفتن نمیدادن میرفتن. این واقعا زیاد بود. به هر حال نسبت به مرد زنها برهم‌تر بودن، نسبت به مردم بیرم. وقتی که من نسبت به من که این کارو کرده وقتی زدن، بعد همسرم اون وقت در کودکستان کار میکرد، مربی بود، من در تئاتر. بعد مصلحت کردیم و خودش گفت که بیاید، گفت شما چند سال است که در تئاتر کار میکنید، اگر ما جای کارمون معاش چیزی نبود، معاش و یک روز خوراک اون وقت نمیرسید، 4 سامان بود، نمیدونم معاش داشتیم. گفت یا حتی 1.5 سال من معاش نبود اون وقت، من معاش نبود. گفت اگر شما بهترش که من ترک کار میکنم و باید بازار این کودکای خورانیم و 3 تا فرزند داشتم، وگرنه حالمون بد و من کارو میپرتم. گفت شما نپرتوید. اون راضی شدیم، هر مصلحت کردیم و این کارو پرتاف و گفت وگرنه گفت این حال زدن حال دفعه دیگه کی میدن، به هر من زنم گفت نسبت به من رحم میکنم و همین خیلی شد که بعد اون عوض کردیم. وگرنه من مردم خب کجا میرسم، من باید اونا خورونم، من بازار اول من میرفتم. برای آنکه شما در تئاتر مونید زنتون بله خودش رو قربانی کرد. در حقیقت قربانی کرد و خدا عمرش دراز کنه. این کاری که اگر من در کجا در مصاحبه گفتم اگر همسرم همین کارو نمیکرد، حالا من کی میدونه در کجا بودم. در روسیه در مهاجرت بودم، نمیدونم، چون باید فرزند و وظیفه من است، فرزند و من باید من میخوروندم، فرزند میخوانوندم، هرچند که من خواننده نتونستم، فرزندم خودشون برای خودشون کار میکردن، روزی دراز کارشون پیاز ریزی کنی و من تو پیچونه، این چیزی بود که باید دیگر علاج نداشتیم. اگر من این کارو نمیکردم و اگر من فکر میکردم اگر اهارون نمیبود من میرفتم، چون اهارون بود من نگذاشت. سوال من واقعا همین بود که چرا با وجود بیپولی از تئاتر نرفتم؟ این چون اون وقت اوج هنر و بعد من در عاشق مولانا بودم و کاری که غیر عادی بود برای من. مثلا من پرواز میکردم، خودش همین تحلیل، خودش هم خواندن مولانا چی بود مثلا. و بعد اون وقت سفرها داشتیم، سفرهای هنری داشتیم برای ما. در اون سالها سفر کردن به یک کشور، سال 93 سفر داشتیم، سال 90 سفر داشتیم، 94 سفر داشتیم، این با که سفر داشتیم. این برای همین چیز این محبت و بعد کاری که آینده داشت و آینده باور داشتیم به همه چی، همه با هم بودیم. این من نمیدونم، این تصور کردن ممکن نیست. مثلا وقتی که در کوچه ها تانکا میگشتن، ما تا ساعت 10 شب کار میکردیم. از همین تئاتر مرکز که در بالا در زل خوردش کار میکردیم، ما ساعت 10-11 شب میبرآمدیم. من پیاده پلی‌تکنیکوم میرفتم، حتی زمستان یادم برف میبارید، ما میرفتیم، حتی بعضی یا رو دستا حیران میبودن، حتی دشنام کردن شما دیوانه که شما میگردید، نه پشه پر نمیزدید، نه نقلیات بود، نه یک ماشینی بود، نه آدم بود، اما ما پیاده میرفتیم، ما کار میکردیم. همون وقتا به معاش، به چیز معاش که چیز کار میکردیم به خاطر هنر، به خاطر یک سفر کنیم، به خاطر یک چیزی داشته باشیم. و این چیز نگذاشت منو، وگرنه من نمیدونم هیچ ممکن نبود که مثلا من گرسنگی یا که خواری فرزندان نمیماند، لازم میشد 10 ها رو نمیپردم میرفت. اما همین چیز و این کار قربانی همسرم که نگذاشت که من ترک تئاتر کنم و اهارونم نگذاشت که من از تئاتر روم. خب بیایید برگردیم به سینما. آخران نقشه که شما بازی دید در فیلمی درخش اختران جامی و نمایی بود. در اینجا چی نقش داشتید و از این فیلم چقدر انتظاری ها دارید؟ خب انتظاری هیچ چیز نمیدونم راستی گفت، چون فیلمنامه نخواندم، نمیدونم. و در حدود 5-6 روز 7-8 روزی نوار بودم که اونم نوارهای صحنه‌هایی که دیدنی باید باشد یا که یک چیزی داشته باشد، نه صحنه بیشتر عمومی بود، بیشتر چی بگم خطی سوژه بود، خیلی احساس و این چیزایی که اگه چیزی من دیده باشم کنه رو یک چیزی دیده باشم که بگم که فیلم برای همین در چیزی گفتن نمیتوانم. خب نقش من نقش خواجه دهدار بود. شخصی میگن تاریخی است اما
چیزی دربارش در هیچ جا هیچ چیز نیست. وقتی من کارگردان گفتم که در هیچ جا نیست، فقط میدونن که همه خیلی یک شخصیت بود است که دوستی نزدیک عبدالرحمن جامی بود. دیگر در زاهد نبود و خیر بود بفکر زاهد سرنوشت شما رو باز من برمیگردم به شیخ و زاهدی. نه خیلی زیاد من بازی کردم زاهد. بیلم زاهد. خب استاد، بجز دو و جامی و نوایی شما یک نقش دیگر دارید در اتوبوس، در فیلم اتوبوس، لیکن در دیگر فیلم ها قریب که نیستید بجز این سه. چرا شما رو به سینما دعوت میکنند یا اینکه یگان سبب دیگری هست اینجا که در سینما نیستید؟ نه هستم. خب ببین مثلا در همین جامعه نوایی کارگردان ازبکستانی گفت که ما در ازبکستان حدودی هر سال 100 فیلم کلان میگیریم. در ما در یک سال 1، 2، 3 فیلم میگیرم. خب وقتی که در یکش اگر بند نباشم خدا رو شکر میگم. من همین سال خب یک دو فیلم گرفتم که اونجا نقش‌های اپیزودی داشتم. خب همین است دیگر. من دانم که اگر در یک سال 10-15 اقلاً 10-15 فیلم میگیرم برای همین. لیکن در حداقل در 30 سال گذشته در 3 فیلم اونم در همین چند سال آخر بازیدن این به فکرتون کم نیست و شما از ظرفیت شما در سینمای تاجیک استفاده نکردن این گونه برداشت نمیشه؟ خیلی کم. من در صحبت چند بار من رفیقام گفتم آرزو میکنم ای خدا میگم کاش یک 4-5 نقش مثل قهار، مثل شبیه مهاجر، چی در تئاتر و چی در سینما، بخصوص در سینما کاش، چون من در سینما هیچ کاری نکردم. من 65 سالم 2-3 نقش مگر این کار است. هیچ کار نکردم. من خدایی که در باقی مانده عمرم اصلا مثل همین قهار کرایه کردم با اصطلاح 5-6 نقش میشد به همین درجه. ای کاش. یا مثلا در تئاتر هم مثل همین مهاجری، مثل شهرزنان، ای کاش می داشتم 4-5 تا دیگر شاید در کمتر راضی میشدم که خیلی کاری کردم از کسب خود. فیلم های کوچکی گفته چی رو میفهمید؟ چگونه فیلم ها رو تفسیر میکنید؟ نه حدودی حکومتمانی نشده 10 فیلم همه خیلی من دست کشیدم. من بله خوبم پیشنهاد کردن، من راضی نشدم. یکتاش حتی 1 ماه از پسم گشت. درباره خدا شاید درباره من رو حتی کم نزدم. در یک از فیلم های کوچکی به اصطلاح کوچکی که یک از دوستان شما گفت چند مدت نقش هم بازدید و اما در مابین نقش کنار رفتید، از فیلم بر اومدید و رد کردید. این گونه حادثه بود؟ فهمیدی ها؟ از کجا گفتی؟ ما زیاد پرسیدیم برای شما. یک فیلم بود. چی فیلم بود و چگونه شد؟ چی بود؟ دوشنبه پول چی؟ دوشنبه پول یکم خیلی فیلم. دوشنبه همه اینترنتی بود. وقتی آمد گفت سلسله فیلم کارگردان. من گفتم پیش از این من همکاری داشتیم و من گفته بودم که اکنون 30 سالی من به جای رسیده است، من خواهیش که فیلم های دعوت کن که درجه داشته باشند، مثال سخنهای کوچکی، چیزهای کوچکی نباشد، ادبی باشد. خب به همین 30 سالی ما موافق، من هنرمندم به هر حال. گفتم همین چیزها خواهیش گفتم دیگر این چیزها من دعوت نکن. بعد آمد و گفت البته من میخوام که ملال خاطرش نباشد، خب چیزی واقعی است. من گفتم خوب است، خب یک بدی کار درچی که در ما میارن همون نقش خودمونه. وقتی با پیشگویی میکنم همون فیلمنامه همون نقش قسمت خودمونه. من دیدم سخنای من درست است، میشه سخنای خانم نقص است. خوب رفتم یک روز اجرا کردیم، گفتیم 2 صحنه است. ما به حدود 10-15 روز دیگه با هسته گونترش با میبینیم چی میشه. وقتی که اجرا کردم و آمدم در صفحه فیسبوک اینجا بعد همین نسبت فیلم نسبت به فیلم یه عقیده ها هر گونه بود. این بعد من فهمیدم که حدود قسمتی که من اجرا میکنم نمیدونم 11 هست یا 12 هست، این 13 قسمت است.
یعنی این فیلم پیش برده است که من اون تماشا نمیکنم. شما خبر ندارم، نمیدونم، حاضرم ندیدم. بعد من گفتم که تو من این خیلی گفتی این اندیشه ها چی است؟ گفت خب من به شما گفت میبیارم سی دی همین دیسک همین نمایش فیلم میبرم تماشا کنید. خدا شاهد آمدم قسم یکم همین تماشا کردم که همین گپای کوچکی خدا نمیدونم گفت در 11 قسمت در 11 گفت من خودم ندیدم. همون یکم قسمت دیدم، دویم قسمت کم ترک شد، یکم قسمت کم ترک شد دیدم جو دویم قسمت کم ترک دیدم. همون گپای کوچکی همین چیز تلفن کردم گفتم آخه کار چی بود، مصلحت چی بود؟ و گفت که آخه من گفتم چرا من دست میکشم. گفت شما گفت من گفت در حالت بسیار ناگوار هر تا گفت ضربه از میان پایان زده. گفت به این صفانه. من گفتم نه تو این کارو کردی، من نه. من گفته بودم خواهش کرده بودم من دست میکشم. من چیکار؟ من گفتم هر کاری میکنی کن. این بعد همین بود. بعد خیلی زیاد بود. من نرفتم. خب من نشدم سال 10-15 سال آخر من کلیپ ها با اون من نمیرم. خب رکلام ها و این چیزا این فیلم ها هیچ وقت نمیرم. اما بعضش هنرمندان بسیار شناخته و در بین جامعه اعتراف شده در این گونه فیلم های به اصطلاح کوچکی نقش می‌بازند. موقع شما چی موقع گیری میکنید در این رابطه؟ خب موقع اون که من خودم دست میکشم موقع من این است. من خودم اونا خودشون باید، من باوری دارم چی عقیده‌ای دارن، چیزی دارن که مثلا برای اثبات این کارشون، برای عملشون، مثلا برای سفید کردن خود. فردوسی، مولانا یا حافظ از کدام بیشتر شعر از یاد میدونید؟ شاید از مولانا زیادتر، بعد حافظ، بعد فردوسی. در آخر یک غزل پسندیده خود رو قرائت میکنید؟ خب از مولانا خونم. خب زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چو خورشید، چه پنهان و چه برهان و چه پیداست خدایا. فتادیم بدان سان که نخیزیم، ندانیم چه غواست خدایا. زهی باده همراه که مرجان و جهان را بیاراست خدایا. از آن آب چنان است که ما دف زنانیم، نه از کف و نه از دف و نه از ناز خدایا. نه دام است نه زنجیر همه بسته چراییم، چی بند است و چی زنجیر که بر پاست خدایا. ببینید که شمس الحق تبریز چی گویا و چی بینا و چی داناست خدایا. خدایا که دو سه مولوی دیگر می داشتیم. سپاس فراوان برای یک صحبت خوب و بار دیگر شما رو برای مولاتون تبریک میگم. زنده باشه. تشکر برای دعوت، برای مهربانی.